سلام برو بچ. بله بک‌گراند هم تو که میبینین یه تغییر ریزی بهش دادم، البته یه تغییر ریز درشت. اون بک‌گراند قبلی با اینکه هیچ مشکلی باش نداشتین اما خیلی اخباری شده بود و اصلا یه فضای جالبی نداشت. حالا خیلیاتون هم در کنارش گفتین نه این بک‌گراند زیاد جالب نیست و این بک‌گراندی که الان نیافت تو رو خدا و این بک‌گراندی که الان می‌بینین دقیقاً مثلا اون بک‌گراند قبلیه اما با یکم تفاوت جنایی‌تر. اون لامپ زرد و اون عکس‌ها همه سر جاشه و این مهمتر از همه همین نزدیکی من به دوربینه که خیلی باعث میشه احساس راحتی بیشتری کنم و اینکه الان واقعاً اسم می‌کنم پیش شما. اون موقع اصلا یه جوری بود فکر می‌کردم دارم واسه بیننده‌های اخبار 23 برنامه پخش می‌کنم. خیلی بد بود واقعاً. و خب والا از بحث اصلی دور نشیم، امشب برای بچه‌ها اومدیم با یه ویدئوی خیلی خفن و توی این ویدیو قراره دو تا کار انجام بدیم. کار اول قراره چند تا فیلم از دیده شدن جن و ارواح توسط دوربین‌های مداربسته پارس خدا میدونه چندمو با هم دیگه ببینیم. یه سری فیلم‌های واقعا حق واسهتون پیدا کردم که اگه اونا رو ببینین مثل همیشه میدونم 1000 بار گفتم شب خوابتون نمیبره. کار دومی که قراره انجام بدیم، من یه چند تا سایت یا بهتر بگم وبسایت پیدا کردم که این وبسایت‌ها یه قضیه و یه ماجرای عجیبی داره که اگه بریم وارد اون سایت‌ها بشین میتونین کارهای خیلی جالبی توش انجام بدین. البته کارهای جالب، تاریک و وحشتناک. و در کل امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. عشقهای من، لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. با این کارتون خیلی منو خوشحال میکنید و عشق منین. بریم سراغ خیلی خوب بچه. اولین ویدیویی که قراره با هم ببینیم، من این ویدیو رو خیلی وقت پیش واسهتون گذاشتم، یعنی یه سال پیش تو یکی از فیلمام بوده و اینکه ممکنه حالا بعضیاتون ندیده باشین اونو یا یادتون رفته باشه و اینا، گفتم بعدش دوباره واسهتون نشون بدم. انقدر ترسناکه که 100 بار ببینیش بازم میترسی. این ویدیو برای مربوط میشه به یه دختری به اسم ترسا فیدالگو. امیدوارم اسمشو درست گفته باشم. این دختر یعنی ترسا فیدالگو که قبل از اینکه بذارید داستان اصلیشو واسهتون بگم، به یه دلایلی کشته میشه. بعد از اینکه این دختر کشته میشه، خیلی‌ها میرن این دختر رو تبدیل میکنن به یه چالش، مثل چالش نهنگ آبی و یه سری چالش‌های ترسناک دیگه. برای مثال چالش ترسناکشون اینجوری بود که یه پیام واسه یه نفری میفرستادن و میگفتن آره اگه این پیامو واسه 10 نفر یا 20 نفر نفرستی، روح این دختر یعنی ترسا میاد توی خوابت و تو رو اذیت میکنه و تو رو میکشه و تو رو تسخیر میکنه. بعد حالا اون بدبخت هم مجبور شده واسه ترسش این کارو انجام بده. اما نکته عجیب ماجرا برمیگرده به چند سال بعد از مردن این دختره که یه چند تا جوون که حالا قاطی بودن، پسر و دختر بودن، داشتن توی جاده نصف شب رانندگی میکردن. بعد که اینا نصف شب تو جاده مشغول رانندگی بودن، یه دختری رو میبینن که نصف شب تنهایی توی جاده وایستاده. بعد اینا خیلی تعجب میکنن، میگن ای خدا یه دختر این موقع شب تو جاده چیکار میکنه تنهایی؟ میزنن کنار تا اون دختر رو سوار کنن و بهش کمک کنن. دختره وقتی سوار ماشین میشه همه یه حس عجیبی بهشون دست میده، یه جورایی میترسن، چون اصلا حرکات و رفتار دختره طبیعی و نرمال نبوده و اگه خودتون رو بذارین پیش اون راننده و پیش اون اشخاصی که تو ماشین بودن واقعا شما رو میتونه بترسونه. بعد که اینا دختره رو سوار میکنن ازش میپرسن آره اسم چیه، کجا زندگی میکنی و کلی سوال ازش میپرسن که یهو دختره میگه اسم من ترسا فیدالگوه. فوش نمیدم این فامیلشه، در صورتی که این دختری یعنی ترسا فیدالگو خیلی وقت پیش کشته شده بود. بعدش که اینا همینجوری مشغول رانندگی بودن و داشتن با دختری صحبت میکردن و ازش سوال میپرسیدن، یهو دختره با کمال ناباوری و ترس دستشو میاره بالا و میگه ایناش من چند سال پیش یکم بالاتر تو جاده تصادف کردم و مردم. بعد همشون یه جوری میشن و فکر میکنن این دختره مثلا خلمولی چیزیه و داره شوخی میکنه و اینجور چیزا و زیاد حرفشو جدی نمیگیرن. بعد اون زنی که کنار دختره نشسته بوده ازش میپرسه آره تو کجا دقیقاً مردی، یه بار دیگه بگو. بعد اون دختره میگه چیزی نمونده، خیلی داریم نزدیک میشیم. اما بعدش وقتی اینا نزدیک همون جایی میشن که این دختره داشت میگفت من اونجا مردم، ببینید چه اتفاقی میفته. Se ficamos aqui perdidos, ficamos sem gota, é lindo. Pá, eu tenho a sensação que já passaste por aqui. Ela está aqui sozinha. Estás parvo, o quê? Continua, Tiago. Tá bem, ela está aqui sozinha no. Epá, eu digo que eu tenho a ver com estranho, isso. ok. Ouve lá. Para, deixa vir, já que. Vá, pode ser jeitosa. Não sei porquê. Olá, Não é? para onde é que vais? Onde é que vais? Está bem. Então, estás bem? Na Sintra. O que estás aqui a fazer a estas horas? David, Desliga lá isso. mas tens a certeza que estás bem? Não queres beber nada? Ali água?
É assim tão... O quê? Estão a ver ali? Sim. Ali ao fundo? Porque foi ali que eu tive um acidente e morri. ویدئوی بعدی ویدئوییه که احتمال فیک بودنش به نظرم خیلی میتونه کم باشه. این ویدیو مربوط میشه به یه زنی که چند تا سگ داشته و عادت داشته که با سگاش صبح به صبح بره بیرون توی پارک و کلی تفریح کنه و دور بزنه. این زنه چون تنها زندگی میکرده توی تمام نقاط خونش، نقاط داخلی خونش دوربین مداربسته گذاشته بوده همینجوری واسه احتیاط و اینا، تا اگه یه وقت اتفاق عجیبی افتاد یا هر اتفاقی افتاد یه مدرک چیزی بتونه داشته باشه. اما توی یکی از روزا که این زنه میخواسته با سگاش بره بیرون تا دور بزنه، وقتی این سگاش جای در ورودی بودن که منتظر بودن صاحبشون بیاد تا باشون برن بیرون، یهو یه اتفاقی واسه سگشون میفته که واقعا میتونه شما رو بترسونه. ویدئوی بعدی هم مربوط میشه به یه شخصی که ادعا میکرده توی خونش اتفاقای عجیبی میفته و ظاهرا یه موجودی تو خونش زندگی میکنه و مدام صداهای عجیب و یه اتفاقای ترسناکی تو خونش میفته که خیلی باعث شده این اتفاقات صاحب خونه رو بترسونه. اما یه شب که صاحب خونه حس میکنه صداهایی که امشب از این خونه میاد بیرون نسبت به شبای گذشته خیلی بیشتر شده. به خاطر همین تصمیم میگیره گوشیشو یا همون دوربینشو کنارش بذاره تا اگه یه وقت چیز مشکوکی دید سریعا بره اونو ضبط کنه. اما این صاحب خونه به محض اینکه یه صدای عجیبی میشنوه سریعا با دوربینش میره سمت اون صدا تا ببینه این صدا مال چی بوده، که بیایم ببینیم چی ضبط میکنه. وقتی ما شبا خوابیم خدا میدونه دور و برمون چه اتفاقایی میفته. به نظرم اگه بشه تک تک انسانای زمین خب یه دوربین موقع خوابیدنشون بذارن که حالا مثلا بعضیا 8 ساعت میخوابن بعضیا 10 ساعت میخوابن، حین همون ساعتایی که خوابن ببینن چه اتفاقایی واسهشون میفته، واقعا یه هرج و مرج بزرگی توی جهان شکل میگیره. این ویدئویی که الان قراره با هم ببینیم مربوط میشه به یه شخصی که وقتی خواب بوده و صبح بلند میشده میدیده که یه سری از جای بدنش وقتی صبح از خواب بلند میشه کبوده، انگار مثلا یه موجودی اومده بهش صدمه زده و بحث‌های ماورایی و اینجور چیزا، و تصمیم میگیره یه شب قبل اینکه بخوابه یه دوربین بذاره پیشش تا حالا موقعی که خوابه بتونه یه چیزی ضبط کنه و بفهمه این موجودی که میخواد بهش صدمه بزنه چه موجودیه. وقتی صبح از خواب بلند میشه تا اون دوربینی که موقع خوابش گذاشته بود و بره چک کنه، ببینید چی میبینه. ویدئوی بعدی مربوط میشه به یه زن و شوهری که یه بچه داشتن. این بچهشون توی اتاق بود و توی همون جایی که بچه‌ها قرار میگیرن بوده که یهو یه اتفاقی واسه بچهش میفته که واقعا خیلی عجیبه.
Maddie, come here. It's okay, baby. It's okay. Maddie, come. Come, Maddie. ویدیو بعدی هم مربوط میشه به یه سگی که این سگ زمانی که صاحبش خواب بوده، یعنی نصف شب، توی حال بوده و داشته واسه خودش دور میزده و بازی میکرده که یهو یه اتفاقی واسش میفته که واقعی بودن یا الکی بودن این اتفاقو شما باید بگید. خیلی خب برو بچه من، حالا بریم سراغ همون سایت و همون چیزای عجیب غریبی که همتون منتظرشین. بریم ببینیم چه خبره. اولین سایتی که قراره با هم ببینیم که در اصل شما باید بریم ببینین، من نمیتونم برم چون ممکنه یوتیوب گیر بده واقعا این سایت‌ها، چون بعضیاشون چیزای عجیب غریبی داره، شاید یوتیوب گیر بده، ولی کن به اون ریسکش نمیارزه بسا. اسم اولین سایت الان روی تصویر واسهتون میاد. این سایت وقتی واردش میشید یه موزیک خیلی عجیبی واسهتون پخش میکنه که اگه موزیک رو واسهتون پخش نکرد خودتون بعد روی یکی از اون گزینه‌ها به حساب کلیک کنید تا موزیک واسهتون پخش بشه. که حالا قسمت عجیبش مربوط میشه به یه دختری که خیلی انیمه ماننده که اگه روی اون دختر کلیک کنین این دختر داستان زندگیشو واسهتون تعریف میکنه که البته این نظریه منه، شاید اصلا اینجوری نباشه. بعد شما با هر بار کلیک کردن روی دختره میتونین داستان زندگی دختره رو رد کنین و به مرور بفهمین داستان این زندگی دختره از چه قراره و هر چقدر که بیشتر رد میشین و داستانهای زندگی دختره رو بیشتر مطالعه میکنین به قسمت‌های عجیب و ترسناک بیشتری میرسید که من واقعا نمیتونم بیشتر از این واسهتون توضیح بدم یا پخش کنم تصاویر این سایت رو که میتونین برین خودتون با کامپیوتر با گوشی که فکر نکنم بشه بعد با کامپیوتر یا لپتاپ این کارو انجام بدید. سایت بعدی و شرط میبندم اگه واسهتون تعریف کنم یه ثانیه هم تحمل نمیکنین و سریع میرین امتحانش میکنین و خیلی واسهتون میتونه جالب باشه. البته امیدوارم. یه سایتی هست که بازم اسم این سایت روی تصویر میاد واسهتون. حالا قبل اینکه سایت رو واسهتون بگم ببینید، حالا من راجع به این چیزی که الان میخوام صحبت کنم اطلاعات کامل ندارم، اینترنت هم الان قطع راستش چون اومدم توی خونه جدید و مودم هنوز وصل نشده، وگرنه میگفتم واسهتون ماجرای اصلیش چیه. حالا تا اون حدی که من شنیدم و میدونم میگن توی بعضی از هواپیماها یه سری جعبه‌هایی گذاشته شده به اسم جعبه سیاه که کار این جعبه سیاه اینه که تمامی صداهایی که مثلا این هواپیما از مبدأ تا مقصد طی میکنه رو ضبط میکنه. مثلا هر چی خلبان میگه، هر چی مسافرا میگن و هر اتفاقی میفته رو صداشو ضبط میکنه و این جعبه هم جوری ساخته شده که اگه هواپیما سقوط کنه و به حساب منفجر نشه این جعبه سالمه، یعنی یه جورایی ضد ضربه است و میتونن برن و اون جعبه رو بردارن و اون صدایی که از توش ضبط شده رو بشنون تا بفهمن چه اتفاقی افتاده. حالا بعضیاشون هم هستن که اگه انفجار هم اون هواپیما بکنه بازم هیچ کاری نمیشن که حالا به حساب بستگی به مدل اون هواپیما داره و من اینو یه جا شنیده بودم و حالا اونایی که کامل و درستش رو میدونن حتما توی کامنت واسم بنویسن، خیلی خوشحال میشم. حالا این سایت وقتی واردش بشین میتونین آخرین مکالمه و آخرین صحبت و حرفای خلبانان و مسافرا رو هنگام سقوط هواپیما رو بشنوین. یعنی همون جعبه سیاهی که داخل هواپیما بوده وقتی هواپیما داشته سقوط میکرده، یعنی بهتر بگم سقوط کرده، اون جعبه سیاه رو برداشتن و هر صدایی که توش ضبط شده که از حالا میتونه خلبانا باشه، از مسافرا باشه یا هر چیزی باشه رو به دست مردم رسوندن و بیشتر اونایی که مخفی شدن یا بعضیاشون دیده نشدن توی این سایت قرار گرفته که همش رو میتونین برین بشنوین. و در کل خیلی ترسناکه، واقعا خیلی ترسناکه. یعنی این آخرین ترسیه که خلبانان و اون مسافرایی توی هواپیما تجربه کردن. واقعا این از هر چیزی وحشتناک‌تره که میتونین برین اون صدا رو بشنوین. شاید حالا واسه بعضیا جالب باشه، واسه جالب که نیست مطمئنم، ولی خب بریم ببینیم.
سایت بعدی هم شک ندارم میتونه واسهتون جالب باشه. وقتی شما وارد این سایت بشین میتونین آمار دقیق مرگ و میر توی جهان رو بفهمید. یعنی به محض اینکه وارد این سایت بشین بهتون میگه آره همین الان 10 نفر توی چین کشته شدن، 10 نفر توی چین، مثلا 15 نفر توی چین به دنیا اومدن، همه رو با یه رنگ خاص واسهتون نشون میده و اونا کاملا زنده و لایوه. و اینکه خلاصه این همین سایتایی بود که واسهتون گفتم. اگه یادم بمونه لینک این سایت ها رو توی دسکریپشن واسهتون میذارم. خب و اینکه مرسی که فیلم رو تا اینجا تماشا کردین و امیدوارم این ویدیو واسهتون جالب بوده باشه. و اینکه عشق منی، مرسی که فیلم رو تا اینجا تماشا کردین. دوباره تشکر میکنم ازتون. لایک کردین و سابسکرایب فراموش نشه، با 100 بار گفتم. و اینکه عشق منو تا فیلم‌های بعد.